خوانندگان پایگاه خبری بامداد با ارسال 3 عکس از شهر پنجکنت ولایت سوخت خبر دادند که در این قسمت شمال تاجیکستان ساکنان پولهای فرستاده عزیزان مهاجرانش را به آسانی گرفتن نمیتوانند. به گفته ساکنان قریب یگان بانکمات در پنجکنت درست کار نمیکند و آنهایش هم که کار میکنند اکثر وقت پول ندارند تا حاجت مشتریان بانک ها را برآورده کنند. در نقطه های انتقال پول بانک ها باشد به گفته ساکنان نوبت ها خیلی بزرگ شدند. در عکس ها از پنجکنت فرستاده شده دیده می شود که مردم زیاد برای گرفتن پول های از روسیه فرستاده عزیزان مهاجرانش در تالار بانک اسخاته نوبت پاییدند، ولی نوبت برای گرفتن پول تنها با ازدحام داخل تالار تمام نمی شود. در عکس دیگر می بینیم که ساکنانی که در داخل تالار نگنجیدند در بیرون در کنار راه روی زمین نشستند، منتظرند که کی نوبت در آمدن به بانک برای آنها هم خواهد رسید. چون این نوبت‌ها برای گرفتن پول و مشکل بانکمات‌های بی پول طور از شکایت‌های مردم برمی‌آید از اول ماه اپریل در دیگر شهر و نواحی تاجیکستان نیز مشاهده می‌شود. بانک‌ها تا کنون سبب با وجود آمدن چنین نوبت‌های طولانی ساکنان برای گرفتن پولشان را رسما یگان شرح ندادند. ولی افراد آگاه از واقعیت حال میگویند ساکنانی که تا کنون به سبب پس بودن قرب پول روسیه پولهای به عذاب در مسافرت کار کرده عزیزان مهاجر خود را عوض نمی کردند، در پی یک باره بالا رفتن قرب روبل همه به بانک ها ریختند تا پولهای برایشان از روسیه ارسال شده را اکنون با قرب خوب عوض کنند. این حالت باعث به وجود آمدن کمبود پول نقد در بازار شده است و به این دلیل بانک ها نیز نمی توانند سر وقت پول همه مشتریان خواهشمند گرفتن پولهایشان را ندارند و هم به همین دلیل به شدت افزودن طلبات به پول نقد نمی توانند سر وقت بانکمات های خود را با پول نقد پر کنند. یادآور می شویم که قرب روبل روسیه که در پایان ماه فوریه و اول ماه مارس در پی آغاز جنگ روسیه با اوکراین به قبل به زمین زده بود، اینک تقریبا 3 هفته باز رو به بالا آورده است و تنها در 4 روز آخر نسبت به سامانی قرب روبل باز 14% دیگر بالا رفت. روز 11 اپریل به قله رکوردی 171 سامانی و 50 درم برای ازو روبل رسید.